سلام دوستان، من علیم. امروز درباره یکی از جذابترین موضوعات روانشناسی حرف میزنیم. چطور بفهمیم یک نفر واقعا دوستمون دارد یا نه، حتی اگر هیچ وقت به زبان نیاورده باشد. 5 نشانه علمی و پنهان را بهتون میگم که اگر 3 تاشون رو در یک نفر دیدید، احتمال زیاد او واقعا به شما علاقمند دارد. 5 نشانه هستن. نشانه اول توجه انتخابیه. وقتی یک نفر ناخودآگاه روی شما تمرکز میکند، یعنی در جمع چشمش دنبالتون هست، میگردد، یا چیزهایی درباره شما را به خاطر داره، بقیه فراموش میکنن. این یک نشانه علمی از علاقه است دوستان. روانشناسان میگویند مغز ما فقط به کسانی که برایمان مهمند توجه ویژه نشان میدهد. پس نشانه اول چی بود؟ توجه انتخابی دوستان. نشانه دوم تقلید رفتاری. اگر دقت کنید وقتی حرف میزنید او حرکات و حالت نشستن شما را ناخواسته کپی میکند. این را در روانشناسی میرونینگ میگویند. مغز انسان وقتی کسی را دوست دارد ناخودآگاه شبیهش میشود. نشانه دوم ما چیه؟ تقلید رفتاریه. نشانه سوم چیه دوستان؟ محافظت احساسی. محافظت از احساسات ما. وقتی ناراحتید قبل از بقیه متوجه میشود. وقتی نیاز به حمایت دارید اولین کسی است که کنارتون می ایستد. این رفتار نشانه علاقه عمیق و پایدار است. پس نشانه سوم ما شد محافظت احساسی. نشانه چهارم حسادت کنترل شده. آفرین، حسادت کنترل شده. اگر درباره یک نفر دیگر حرف بزنید و او کمی واکنش نشان دهد، نه واکنش بد، نه، فقط یک تغییر کوچک در لحن یا در حالت صورت، این یک نشانه واضح از علاقه است. روانشناسان میگویند حسادت خفیف یک واکنش طبیعی مغز به کسانی است که برایمان مهم هستند دوستان. پس روانشناسان میگویند حسادت خفیف یک واکنش طبیعی مغز به کسانی است که برای ما مهم هستند. نشانه چهارم ما چی شد؟ حسادت کنترل شده. خب دوستان، نشانه پنجم ما چیه؟ تلاش برای ارتباط. این یکی از قوی ترین نشانه هاست. اگر خودش اولین پیام میدهد، اگر برای دیدنتان بهانه پیدا میکند، اگر مکالمه را نگه میدارد، دوست دارد با شما صحبت کند، ملاقات کند، یعنی نمیخواهد شما را از دست بدهد. آدم ها فقط برای کسانی که تلاش میکنن. نکته خیلی قشنگیه. آدم ها فقط برای کسانی تلاش میکنن که دوستشان را دارن. نشانه پنجم ما چی شد؟ تلاش برای ارتباط. پس ما 5 نشان داشتیم. نشانه اول چی بود؟ آفرین، توجه انتخابی. 2 تقلید رفتاری. 3 محافظت احساسی. 4 حسادت کنترل شده. نشانه پنجم چیه؟ تلاش برای ارتباط. اگر این نشانه ها را در کسی دیدید احتمال زیاد او واقعا به شما علاقه دارد. کامنت کنید شما کدام نشانه ها را تجربه کردید و اگر ویدیو را دوست داشتید فراموش نکنید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی روانشناسی را از دست ندهید. موفق باشید.